سرخط خبرهای مهم روز در برنامه اطلاعاتی شبکه آسیای مرکزی تقدیم شما می‌گردد. در استودیو با شما ملوینا منظرова هستم. السلام علیکم. بیش از 70 نفر جانبداران گنرال عبدالحلیم نظرزاده بازداشت و کشته شدند. پیام نخستین گنرالی فراری کرده، حادثه از چی سر زد؟ انتقام برادر عمر 23 ساله که بعد از یک هفته لاتوکوب جان داده است. بسته شدن کارخانه بزرگ در خوجند، بینون ماندن 200 خواجگی دیار. انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقوف ماند. جهان قربانov سزاوار مدال قهرمانی مسابقات آسیا شد. موافق اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوام 3 روز عملیات شماره کشته و بازداشت شدگان از جانب حاجی حلیم به بیش از 70 نفر رسیده است. 7 سپتامبر باز 14 نفر از اعضای گروه حاجی حلیم از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان بازداشت شدند. منبع میگوید در نتیجه گذرانیدن عملیات‌های مخصوص در دره رحمت ناحیه وحدت از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، دیگر ساختارهای قدرتی جمهوری و پروکراتورای گنرالی 14 نفر اعضای گروه نظرزاده عبدالحلیم دستگیر گردیدند. اینچنین از مصادره مقدار زیادی یراق اسلحه و لوازمات جنگی، از آن جمله 6 عدد اتومات کلاشنیکوف، 2 عدد پک، 1 عدد SVD، 1 عدد RPG 7 و مقدار زیادی تیرهای گوناگون، تیردان و نارنجک‌ها خبر دادند. مقامات اعلان کردند که کسانی که یراق اسلحه و دیگر لوازمات جنگی را معین نموده اختیاراً به مقامات‌های حفظ حقوق می‌سپارند یا خبر می‌دهند از جوابگری آزاد بوده برای دستگیری نمودن اعضایان گروه جنایتکاران مساعدت می‌نمایند مکافاتانیده می‌شوند. مقامات امور داخلی می‌گوید که عملیات یکجایی ساختارهای قدرتی کشور در دره رحمت شهر وحدت برای بازداشت و بی‌ضرر کردن اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده ادامه دارد. قبلا مقامات گفته بودند که نظرزاده همراه 6 تن از همراهانش به دره رامید فرار کرده است و محل بود و باش او در احاطه است. حالا باشد بنا به اطلاع مقامات تا کنون 70 تن از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده بازداشت و بی‌ضرر کرده شدند. حقیقت کجاست؟ چرا این رقم ها از هم فرق زیاد دارند؟ به هر حال سبب حمله 4 سپتامبر را مقامات روشن بیان نکردند و عملیات یکجایی ساختارهای قدرتی کشور در دره رامت شهر وحدت برای بازداشت و بی‌ضرر کردن اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده ادامه دارد. در رابطه با این حادثه چند پیشتر اولین عملیات های طیاره‌های بی سرنشین یا بی‌پیلوت که روسیه در جنوب دوشنبه در 40 کیلومتر شهر دوشنبه به پروازهای خود آغاز کردند. اوکروگ مرکزی حربی روسیه خبر داده است که اولین پروازهای طیاره‌های بدون سرنشینی روسیه لیر-2 و گرانات-1 برای تامینات آمادگی مشترک نیروهای حربی تاجیکستان و روسیه در 40 کیلومتری جنوب دوشنبه میباشد. بنا به اطلاع منبع تاج نیوز، هیئت خرد از نظامیان روس با هدف آموزش وارد دره را میشدند. در مقامات قدرتی تاجیکستان در این باره صحبت کردن نخواستند. اولین شرح حادثه های اخیر از طرف خود حاجی عبدالحلیم که به بیرون روانه کرده است و خواهش کرده است که مضمون آن به مردم تاجیکستان و جهانیان رسانیده شود توسط شبکه فیسبوکی نشر شد. مطابق با این اظهارات حاجی عبدالحلیم در این پیامش از سبب اساسی چنین تصمیم ناگهانی حکومت را برای نابود کردن سابق قماندان‌های اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان در آن می‌بیند که نه همه در بیانیه ضد نهضت امضا گذاشته و طرفداری کردند، وقتی که رهبریت دولت از آنها آشکار طلب می‌کند که زیر این اظهارات همشان امضا گذارند و بستن نهضت را طرفداری نمایند. یک قسم از افسران آن را مخالف سرقانون و دخالت نظامیان به کارهای سیاسی دانستند و قسم دیگر هم آن را مخالف به آیین و فرهنگ جوانمرده حسابیدند. طبق پیامی رسیده از حاجی عبدالحلیم برای آنکه این عملیات مقامات علیه قماندان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان در چشم جامعه بی‌بهانه نباشد، نقشه را کشیدند که گویا به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و چند نقطه دیگر هجوم مسلحانه شده است و همه قماندانها هنگام زد و خورد با مقامات کشته شدند، نه هنگام حبس. حاجی عبدالحلیم از تکرار حادثه میرزازیوف یادآوری کرده است که برای گفت و شنید آماده بود و نامردانه او را به شهادت رساندند و اعلان کردند که در زد و خورد کشته شد. تنها در شهر وحدت توانستند این نقشه را انجام دهند که جسد الکه مرده شهید ضیاءالدین را آورده خودشان به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت هجوم کردند، ولی تیرشان در دوشنبه خاک خورد. در دوام پیام گفته می شود که آنها سربازان و افسران را رها کرده تنها از ناعلاجی سلاح آنها را با خود گرفتند
و همچون گنرال برای حفظ جان هر سرباز و افسر تلاش کرده است و او خیلی تأسف خورده است که این جنایت مقامات دولتی باعث تلفات جانی گشته است. تا چه اندازه این اظهارات به حقیقت و واقعیت نزدیک است و آیا از وظیفه سبکدور شدن و فرار کردن گنرال نظرزاده به قضیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ربط دارد؟ در این باره صحبت ما با کارشناس مسائل امنیتی پرویز رسولوف. با فکرم به واقعیت نزدیک بودنش خیلی نزدیک است، برای که از یک خیل گپا معلوم شد که همین در اووده وحدت یکان خیلی حمله شدگی نیست، برای که آدمایی که در پیش همون اووده اومده دیدگی یکان جای تیر زدن و تیر ویکنی دیدگی نیستم. این 2 روز پیش هم همه اهمیت داده بودن که ما خیلی حیران شده بودیم که چی با ژورنالیستا اووده وحدت رو نشان نداده بودن در رسانه‌شون. عبدالحلیم نظرزاده یگان رابطه با حزب نهضت اسلامی ندارد. این مردک تا سال 97 در یگان جنگ‌های تاجیکستان اشتراک کرده نیست. Генералом Назарзода, замминистром обороны Таджикистана, я не вижу мотивации. Почему? Потому что у человека была довольно высокая должность в довольно серьезной структуре в министерстве. У человека было довольно высокое звание генерал-майор. У человека было довольно хороший бизнес. Да? У него все, вроде бы все параметры, все то, что ему нужно, любому человеку нужно для счастливой, нормальной жизни, у него было. санаи 28 август донишҷӯи Санкт-Петербурги Русия аз Тоҷикистон ҷавони 23 сола Умар Бобоҷонов ба гуфти волидон ва шоҳидони маҳаллаашон аз ҷониби маъмурини пулис латукуб карда шуда ҳодисаи дар гузаштаи 4 сентябр интишор шуд. хабари марги Умар Бобоҷоновро бародараш Абдулло Бобоҷонов дар суҳбат бо хабарнигорон тасдиқ намуда гуфт ки ӯ 4 сентябр бего ҷон дода буд ва 5 сентябр соати 8 субҳ ба хок супорида шуд. عبدالله باباجانov گفت که من این کار را همین طور نمیمونم، حتما جنایتکار را یافته به جوابگری میکشانم. با گفته برادر عمر ففتیده تا کنون گناهکاران اساسی این حادثه یافت نشده‌اند و کوفتوکاو ادامه دارد. او گفت که حالا مادرم در حالت خیلی وزن قرار دارد، زیرا این دومین فرزند اوست که در سن جوانی جان می‌سپارد. هنوز 3 سال پیش جسد یک دخترم را از سنت پترزبورگ روسیه به وطن آورده بودند. اینک عمر جوانش نیز امروز این دنیا را پدرود گفت. یادآور می‌شویم که نزدیکان عمر باباجانov قبلا اوید به بستری گردیدن او در شعبه احیاگری بیمارستان شهر وحدت خبر داده بودند. با گفته آنها شام 28 آگوست فرزندشان از سوی کارمندان پلیس شهر وحدت برای ریشش مورد لطوکوب قرار گرفته از ضربه سخت جان داده است. کدام چاره‌ها برای انتقام و جنایتکاران گرفته می شود و آیا حادثه 4 سپتامبر به مرگ عمر ربط دارد یا نه؟ در این باره صحبت خبرنگاری ما با برادر عمر ففتیده عبدالله باباجانov. یکی کدگی نیست وایم اصلا دادری خشون ایوان خشون میدونم وای قطیده و دانو چی کدگی هم اصلا قطیدگی هم نزدگی هم خشون وای دروغ وای اکی آخر شو کدیستن کریگوی آخلات دام از بچی هم از دروغ وای کردن وای прекрасно خشون میدونم چی کدگی نیست وای اونا دزدیرشون کدگیان چی خشم کدگیان وای هم خشوتر میدونم همشی پوتا اینتریگا نمی دیوفته نمی چرا نمیره اینتریگا کده اسپول افتاده نمی کسی چکوری میکنه دامی در سایتو هرچی که خبر کردیان چیزی ندرست کده فریدیان دیان مشید میگون کوی اینتریگا را کی میکنه چی میکنه ما بخدو بخبرم کرنا بسازی شما مرا دوستاست گنیان پروکراتور فایروز کدگیش شما اونجا میرین پیش مینیستر ویدی نصیب کنند وایجان روزیات کدگی هشم شما باید پیشی کدروی شما میبینین یعنی وای من جزو شما خشون بود که اول شوفه خونون جواب شد چیه شما کل کارمندان شبکه ماهوارگی آسیای مرکزی به نزدیکان و پیوندان عمر باباجانov اظهار تسلیت بیان کرده صبر و تحمل و آرامش را از درگاه خداوند تمنا می‌نمایند. به دروازه کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود یعقوب لطف‌الله
آویختن قول و بعد قطع فعالیت نمودن این کارگاه که تقریبا 40 نفر کارگر و از پس این کارگران حدود زیاده از 100 نفر اهل و عائله آنها بی‌معاش و نفقه اهل و عیالش مانده اند. این در حالی است که مراجعت شفاهی و تلفنی کارمندان این جمعیت به مرکز تحقیقات ژورنالیستی بابت روشن کردن علت موقتا بسته شدن کارگاهشان ما را به یک قطار فکت و دلیل ها سر به سر کرد. صدر بسته یک در کشاده جمعیت دارای محصولاتش محدود یعقوب لطف‌الله که شروع از سال 2013 اینجانی فعالیت می کند به طبق معلومات های رسیده یکی از اندازه‌سپارندگان نمونوی سطح ولایتی محسوب می یابد دارای حدود 40 کارگر بوده. ابتدا از روز 26 آگوست سال روان در خود را برای کارگران و مشتریان بست. طبعا یکی از کارمندان این درگاه بختیار رحیموف میگوید با اون نیز معلوم نیست که چرا کارخانه آنها موقتا بسته شده است. او میگوید که تأمین 5 نفر اهالی عائله‌شان با پدر و مادر پیر نفقه خورش به ذمه اوست. گمان میکنم که با سبب انداز رهبریت جمعیتمان فعالیت کارگاه را قطع کرده باشد. تا جای میدانم ما یکی از اندازه‌سپارندگان نمونوی حساب میرویم. باری هم نشده است که در پرداخت انداز تأخیر کرده باشیم. نگفته نماند که 40 نفر کارگر از عهده‌شان 5-7 نفر اعضای عائله‌شان واگذار است و با این وضع تخمین می رود که از این حساب حدود 200 نفر بینون و بی‌عاش میمانند. یعقوب لطف‌الله خبر داد که کارخانه آنها موقتا بسته شده است، اما کی باز شدن کارگاه را الان گفته نتوانست. تماشابینان گرامی، حالا متوجه باشید به خبرهای مهم منطقه با طور کوتاه. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای روسش ولادیمیر پوتین صحبت تلفنی انجام داد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که صبح شام 5 سپتامبر صورت گرفته در جریان آن وضع تاجیکستان بررسی شده است. سرور روسیه بعد اطلاع یافتن از وضع در تاجیکستان تایید کامل جانب روسیه را با سعی و کوشش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت با اعتدال آوردن وضعیت ابراز داشت. دفتر مطبوعات رئیس جمهور می افزاید پرزیدنت های دو کشور به توافق رسیدند که هنگام واخوری سران کشورهای سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی که به نزدیکی در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد ملاقات نمایند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا حمله ها در تاجیکستان را محکوم کرد. رئیس اسامبله پارلمان سازمان امنیت و همکاری در اروپا ایلکا کانیروا حمله های مسلحانه 4 سپتامبر در دوشنبه و وحدت را محکوم کرد. آقای کانیروا با نشر اظهارات رسمی گفت حمله های تاجیکستان را به شدت محکوم میکنم که به نظر می رسد هدف از آن افسران پلیس بودند. برای چنین اعمال بی‌معنا و خشونتبار بهانه سفید کننده و جای در جهان ما نیست. گناهکاران قضیه برای عمل کرده هایشان باید به جوابگری کشیده شوند. سیوزن الیوت سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان از شهروندان کشورش در شهر دوشنبه دعوت کرده است به جایهای سیر آدم نروند و از احتیاط کار بگیرند. خانم الیوت در صفحه فیسبوکی خود نوشته است هرچند وضعیت فعلا در پایتخت تاجیکستان آرام است ولی شهروندان آمریکا باید از حضور در جایهای سیر آدم خودداری کنند. او اینچنین از شهروندان آمریکا که در حال حاضر در شهر دوشنبه قرار دارند خواسته است به شهر و نواحی‌های بیرون از پایتخت تاجیکستان سفر نکنند. به قول خانم الیوت سفارت آمریکا در دوشنبه روز 8 سپتامبر دوباره کار را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که سفارت آمریکا در تاجیکستان در پی حمله‌های خونین روز 4 سپتامبر با دلیل تأمین امنیت کارمندانش موقتا درهای خود را بسته بود. در تاجیکستان تمام شرکت‌های موبیلی برای نوشتن و ارسال SMS پیام‌ها فعالیت خود را قطع کردند. بسیاری از خبرنگاران خواستند سبب از 6 سپتامبر تا اینجانی بسته شدن SMS پیام‌ها را بفهمند، اما در جواب پیدا کردن نتوانستند. در نتیجه تنها با 2 شرکت یعنی شرکت موبیلی تیسل و مگافون میسر شد که جواب پاسخشان را بگیرند. با گفت کارمندان این شرکت‌ها سبب بسته شوی SMS پیام‌ها تنها تکنیکی ارزیابی می‌شود. برگزاری انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که قبلا سنه 15 سپتامبر میبایست برپا شود به وقت نامعین موقوف گذاشته شد. در این باره مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پاسخ با آگاهینامه وزارت عدلیه اظهار نظر کردند.
مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند ریاست عالی حزب در یک نشست که ظهر 4 سپتامبر برگزار شد آگاهینامه وزارت عدلیه را بررسی کرده به خلاصه آمده است تا انجمن حزب را در وقت دیگر برگزار کنند. اینچنین با قرار ریاست عالی حزب وکالت و صلاحیت ریاست عالی رهبریت و رئیس کمیسیه تفتیشاتی اینچنین صلاحیت بخش و شعبه های حزب تا برگزاری انجمن آینده تمدید کرده می شود. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آگاهینامه وزارت عدلیه تاجیکستان را که روز 28 آگوست سال روان عنوان رهبریت این حزب به خاطر قطع نمودن فعالیت‌های آن ارسال شده بود غیرقانونی خوانده است. در پاسخ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با آگاهینامه وزارت عدلیه ذکر شده است که فشارها و قانونشکنی‌های مقامات علیه اعضا از جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز سال 2012 آغاز گردیده تا حد آشکارند که دیگر از چشم مردم و کارشناسان داخلی و خارجی پنهان نمانده است. اما وزارت مسئول نظارت حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی خود را از این روند بی‌خبر به نمایش گذاشته نیست. اینچنین ذکر شده است که موافق ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی ساختارهای محلی حزب سیاسی طبق ترتیبی که آیین‌نامه حزب سیاسی مقرر می‌نمایند تأسیس داده می‌شود. بر اساس بند 4 و 6 آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از طرف وزارت مذکور تصدیق کرده شده است تنها ریاست عالی حزب وکالت دارد ساختارهای حزبی و نهادهای ضروری را تأسیس و برهم دهد. بنابراین پروتکل مذکور اعتباری حقوقی ندارد و دعوای وزارت برای بررسی آنها از طرف ریاست عالی حزب بی‌پایه میباشد. در پایان این نامه رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مسئولین وزارت عدلیه کشور تقاضا کرده است که برای جلوگیری از قانونشکنی‌ها جهت تأمین فعالیت قانون و احترام قانون اقدام نموده همکاری و همدیگر فهمی را با حزب رسمی ثبت نام شده برآمده در امر برگزاری انجمن 12 حسابات انتخاباتی حزب طبق عهده‌داری‌ها و تعیینات قانونی خود مساعدت نماید. دایر به پاسخ ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به بیانیه وزارت عدلیه و برگزاری انجمن 12 حزب صحبت خبرنگاران ما با معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی. خواهی حضور شما عرض شود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جلسه اضطراری ریاست عالی خود را در روز 4 ماه جاری برگزار کرد و وضعیت اخیر کشور و وضعیت خود حزب را هم به بحث و بررسی گرفت و به چنین خلاصه آمد که از جهت آن که قرارگاه حزب نهضت امروز بند است و از جهت آن که در محلها بسیار بالای وکیل‌های انجمن ما فشار زیاد است برای در روز 15 آنها را برای آمدن مانع‌ها زیاد است. بنابر همین حزب همچنین بنابر اون حوادث اخیری که خود همون روز در کشور به وجود آمده بود و چنین خلاصه آمد ریاست عالی که انجمن خودش را از 15 این ماه با تأخیر با اندازه به یک وقت نامعین. خب همین طور میتوان گفت که انجمن به تأخیر انداخته شد و همچنین در ریاست اون جوابی را که به مکتوب آگاهینامه وزارت عدلیه قبول گردیده بود اون بحث و بررسی شد و قبول شد تصدیق شد و وزارت عدلیه در اون آگاهینامه شون جوابی به همه بندهایی که در اونجا بود جوابی مناسب به وزارت عدلیه داده شد و بنده خودم هم اون جواب را به دست خود برده در وزارت به دست وزیر تسلیم کردند. ورزشگر تاجیک جهان قربانوف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا بین مردان که در پایتخت تایلند شهر بانکوک روز 5 سپتامبر به آخر رسید با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در این مسابقه مشزن‌های دیگری تاجیک از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. جهان قربانوف در رقابت‌ها در وزن زیر 91 کیلوگرم بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از کره و پاکستان به نیم فینال برآمد، ولی او در دوره نیم نهایی که 4 سپتامبر برگزار شد از رقیبش واسیلی لیوید از قزاقستان از روی امتیاز در هر 3 دوره شکست خورد. به این ترتیب مشزن معروف تاجیک برای مقام سوم با مدال برنجی سرفراز گشت. در مسابقه قهرمانی آسیا در بانکوک 188 ورزشگر از 28 کشور شرکت کرد که این در تاریخ سبقت قطعی شماره رکوردی است. در حساب عمومی دسته منتخب قزاقستان با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنجی غالب شد. منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنجی در جای دوم قرار گرفت.
مقام سوم را میزبانان مشت‌زن‌های تایلند با کسب 2 مدال طلا از آن خود کردند. باید تذکر داد ورزشگرانی که در این مسابقه جایهای از 1 تا 7 را اشغال کردند و حق شرکت در مسابقه قهرمانی بوکس جهان مشرف شدند. ولی در وزن بیش از 91 کیلوگرم مشت‌زن‌هایی که جایهای از 1 تا 5 را گرفتن در سبقت جهانی شرکت می‌ورزند. مسابقه قهرمانی جهان از 5 تا 18 اکتبر سال روان در پایتخت قطر دوحه برپا می‌گردد. اینچنین باید گفت که ورزشگران تاجیک در رشته بوکس برای به دست آوردن راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیل مبارزه می‌برند. برای زنان مسابقه انتخابی سبقت قهرمانی جهانی است که ماه فوریه سال 2016 برگزار می شود. مردم باشند سال آینده در 2 مسابقه انتخابی المپیک ماه مارس در چین و ماه یون در باکو شرکت خواهند کرد. بینندگان عزیز، این بود چند خبر مهم روز در برنامه اطلاعاتی شبکه آسیای مرکزی. منتظر بخش‌های دیگری ما باشید. خدا حافظ.